أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. در آیات گذشته هم ذکر مؤمنین مخلص بود، هم ذکر منافقین بود و قبل از اون ذکر یهود و بنی اسرائیل. در آیاتی که خوانده شد خدای عزوجل بعد از ذکر گروه های مختلف تخویف دنیوی بیان می فرماید که حاصل و خلاصه این تخویف این هست که بسیاری از نعمتها را و بسیاری از آیات را، از حجج را، از دلائل روشن را ما به بنی اسرائیل دادیم، اما اونها چیکار کردند؟ این آیات بینات و این دلائل که در واقع نعمت خدا بودند. واقعا خداوند بنده ای را که درست راهنمایی بکند، آیات بینات و دلائل قوی جلوش بذارد و بنده مطمئن بشه، هیچ نعمتی از این نعمت بالاتر نیست. چون انسان مسیر خودش را میشناسد، میبیند، از سرگردانی نجات مییابد. لذا خدای تعالی میفرماید که بنی اسرائیل این نعمت خدای تعالی را تبدیل کردند. به چه معنا؟ به این معنا که اونها از این هدایت الهی استفاده نکردند، از آیات و دلائلی که الله تعالی بهشون داد بهره نگرفتند، به جای راه هدایت راه ضلالت را گرفتند، آخر به عذاب خدایی گرفتار شدند. سل بنی اسرائیل، بپرس، سؤال کن از بنی اسرائیل، کم آتیناهم من آیت بینه، چقدر ما به اونها دادیم آیات بینات، آیاتی که روشن بود، واضح بود، حق، راه حق، مسیر حق. آیات منظور هم معجزات میتونه باشه، معجزاتی که به دست انبیاء علیهم السلام به ویژه به دست موسی ظاهر شد، به دست عیسی ظاهر شد، و همچنین آیات تورات و انجیل که واضح بودند، روشن کننده راه خدا بودند. اما ومن یبدل نعمت الله من بعد ما جاءت فإن الله شدید العقاب. هر کسی تبدیل کنه نعمت الهی را بعد از اینکه نعمت آمده پیشش، بنویسی کما بدل بنو اسرائیل، چون بعد از اینکه این نعمتها را خدا به بنی اسرائیل داده و ذکر می کند، می فرماید و من یبدل نعمت الله. پس اشاره به این است که بنی اسرائیل این نعمتها را استفاده نکرد، بهره درست نگرفت، تبدیل کرد. پس و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته،
هر کسی نعمتهای الهی را تبدیل بکند، کما بدل بنو اسرائیل، آنچنان که بنی اسرائیل تبدیل کرد بعد از اینکه نعمتها پیشش آمد، فإن الله شدید العقاب، بعد از این ناسپاسی ناشاکری خداوند سخت عذاب میده. خب مراد از نعمت الهی آیات و دلائلی هستند. و من یبدل نعمت الله، منظور از نعمتهای الهی رزق و روزی نیست، نان و آب نیست. آیات و دلائلی هستند که سبب رشد و هدایتند، سبب رستگاری هستند. چنانچه امام رازی رحمه الله نوشته المراد آیاته و دلائله، مراد از نعمت الله آیات و دلائل هستند. و هی من اجل اقسام نعم الله، از بزرگترین اقسام نعمت خدا آیات و دلائل است. الان ما نعمت زیاد داریم به لطف حق، اما بزرگترین نعمت برای ما قرآن است، آیات و دلائل هست، راه روشن را به ما نشان میده. پس میفرماید امام رازی و هی من اجل اقسام نعم الله، از بزرگترین نعمتهای الهی همین آیات و بینات هستند. لانها اسباب الهدى والنجات من الضلاله، چون که اینها اسباب هدایت و نجات از گمراهی هستند کبیر. پس و من یبدل نعمت الله معنیش چی شد؟ از هدایت الهی استفاده نکند و بجای هدایت به سوی ضلالت بره، بجای نور به سوی تاریکی بره، گمراهی بره، پس این انسان واقعا انسان ناسپاسی است. خدا اینو عذاب میده، سرگردان میشه در دنیا هم در آخرت هم. فإن الله شدید العقاب، بدون شک الله سخت عذاب دهنده است برای چنین انسانهایی که نعمت الهی را تبدیل به چی بکنن؟ کفران. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، این علت یبدل نعمت الله هست. چرا نعمت خدا را اینها انتخاب نکردند، اختیار نکردند و نعمت خدا را رد کردند؟ الله تعالی می فرماید به خاطر حب دنیا. حب دنیا انسان را نابینا می کند، انسان را بینایی را، بصیرت را، بصارت را از انسان می گیرد. انسان وقتی که غرق در دنیا بشه و عشق دنیا در دلش بشه، خب عشق چیزی دیگه نمیاد. پس الله می فرماید زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین شده، این هم از آثار حب دنیاست، آراسته شده برای کسانی که کفر کردند زندگی دنیا. اونا دیگه به زندگی آخرت نمی اندیشند، بهترین زندگی برایشون زندگی دنیاست. پس برای زیبایی آن هر تلاشی را انجام میدند. و یسخرون من الذین آمنوا، این نتیجه حب دنیاست، تحقیر مؤمنان. اینقدر دنیا شیرینه که اونهایی که نسبت به دنیا بیرغبتی میکنند، اونهایی که برای آخرت تلاش میکنند، اونها را مسخره میکنند، میگه اینا دیوانند، اینها از همه نعمتهای مادی نمیخواند استفاده بکنند. و یسخرون من الذین آمنوا، مسخره میکنند مؤمنین را، در حالی که والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، در حالی که بنویسید، حالان که بنویسید آنهایی که اهل تقوا باشند، اتقوا عن الكفر والشرك، آنهایی که از کفر و شرک دوری میکنند، آنهایی که از معصیت دوری میکنند، متقین، فوقهم یوم القیامه،
در درجات عالیه و بالاتر هستند، بالا هستند در روز قیامت. اونها جایگاه و منزلت بسیار بالایی دارند. کفار الان مسخره میکنند. درسته در دنیا امکان داره که اونها اهل مادیات نباشند، اهل امکانات نباشند. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. این آیه هر جا که تکرار میشه علاوه از این که بیان قدرت خدای عزوجل است، یک نکته مهم دیگری هم اینجا هست که قبلا خدمت شما بار بار ذکر شده. اون اینه که نباید مادیت و پول و پولداری ملاک برتری و فضیلت باشه. الله میفرماید تقسیم را ما میکنیم، هر کسی را بخوایم بدون حساب میدیم. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. خداوند رزق میده هر کسی را که بخواد، چه مؤمن چه کافر، بدون حساب. بس این تقسیم الهی است، بنابر حکمت هایی هست، بنابر اسراری هست که الله بهتر میداند. خب کان الناس امة واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. الله تعالی در این آیات دلیل جهاد را ذکر می فرماید و همچنین سبب بعثت انبیا، که چون ما در این آیات جهاد را می خواندیم. علت این که الله تعالی دستور دادند که جهاد بشه با کافران چیه؟ رب العالمین می فرماید که همه انسان ها ابتداءً بر یک دین بودند. کان الناس امة واحده. روح المانی می نویسد ای متفقین علی التوحید. همه بر توحید متفق بودند، بر توحید همه متحد بودند. خب فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. باز اینکه همه متفق بر توحید و بر یک تاپرستی بودند، به این هم کفایت نشد. خدای عزوجل فرستاد انبیا را. انبیا دلیل بعثتشون چی بود؟ مبشرین. دلیل اول برای مژده آمدند. انسانهایی که عمل می کردند، انسانهای با تقوا، انسانهای با ایمان را مژده دادند. فبعث الله النبیین مبشرین، در حالی که اینها بشارت دهندگان بودند، و منذرین، دلیل دوم بعثت انبیا. انبیا را الله فرستاد در حالی که اینها منذر بودند. اینها از عذاب خدا بیم دادن مردم را. و انزل معهم الكتاب بالحق. خدای تعالی با انبیا کتاب فرستاد، به حق فرستاد. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. حکمت بعثت و انزال، تاکه بین مردم قضاوت کنند، داوری کنند در اون مسائلی که اختلاف داشتند. خب ببینید بحث اختلاف نبود. الله می فرماید که کان الناس امة واحده. مردم یک گروه بودند، همه بر مسیر حق بودند. پس انبیا که آمدند تا داوری کنند و اختلافات را حل کنند، این اختلافات از کی افتاد؟ اختلاف کی افتاد و چه کسی اختلاف را انداخت و چرا انداخت؟ این سه سوال که قبلا هم مطرح کردیم اینجا جوابشون آمد. چون وقتی که میگه لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، انبیا کتاب آوردند، دلائل آوردند تا که بین مردم داوری کنند در اختلافاتی که دارند. خب الان برای شما هم سوال میشه که اولی این آیه میگه که کان الناس امة واحده، مردم همه بر امت واحده بودند، همه متفقین علی التوحید بودند. پس اختلاف را کی انداخت؟
چرا انداخت؟ لذا الله جواب میده و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. جواب هر سوال، هر سه سوال اختلاف را واقع نکردند، اختلاف نکردند مگر کسانی که اوتو یعنی اوتو الکتاب، کسانی که کتاب داده شدند. منظور اینه که کسانی که اهل علم بودند، صاحب کتاب بودند، آخوند و ملا بودند، اختلافات را اینها انداختند. چه زمانی؟ مگر لا علم بودند، بی علم بودند؟ نه، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات آمد، بعد از اینکه دلائل پیششون آمد، بعد از اینکه همه چیز را میدونستند. عجب، پس اهل علم هم است، همه چیز را میداند، باز هم اختلاف میکند. گاهی انسان در رابطه با بعضی افراد تعجب میکنه که خب عموم مردم سواد ندارند، حقیقت را نمیدانند، اگر شرکی میکنه، اگر خرافاتی میکنه، خب او بی علم است، بی سواد است. ولی بعضی از ملاها، آخوندها که اهل علمند، همه چیز را میدونند، اگر قرآن را اندک مطالعه بکنند، بررسی بکنند، خوب میدونند که حق چیه در رابطه با توحید، در رابطه با یگانگی خدا، در رابطه با پیامبر، درباره اصحاب، همه چیز تو قرآن نوشته. خب این مردم آیا از خدا نمی ترسند؟ اینها چرا جرأت می کنند که واقعا مسیر باطل را ادامه می دهند؟ اینجا وقتی که نگاه می کنیم که علماء سوء ادیان گذشته را الله بیان می کنه، عیناً همین چیز است. الله می فرماید که اهل علم بودند، چه زمانی اختلاف کردند؟ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات، دلائل روشن واضح پیششون آمد، یعنی همه چیز را می دانستند. خب چرا اختلاف کردند؟ بغیم بینهم. این خیلی خطرناک است. الله از این مریضی نجات بده. بغیم بینهم، به خاطر حسادت بین خودشان، بینهم و بین دعات التوحید. حسادت مرض واقعا مهلکی هست. خدا نکنه حسادت بیاد انسان حق را میبینه و پایمالش میگونه، لگتش میکنه. گاهی بعضی وقتا بعضی مردم که میبینی با هم اختلاف دارند و این اختلافاتشون به جای باریکی میکشه، به حسادت میکشه. بعضی وقت میگیم که نکنید، میخوان اقدامی بکنند، میخوان کسی را بزنند، میخوان خون کسی را بریزند. افراد دیندار، افرادی که همه چیز را میدونند، سوگند میخوره، میگه 100 بار خدا منو به جهنم ببره من این کار میکنم. یعنی خودش میدونه که این کار خطرناک است از نظر آخرت، این کار قتل انسان مثلا او را به جهنم میبره، ولی آتش حسد چنان هست که همه چیز را نادیده میگیره. پس اونها را هم الله تعالی میفرما بغیم بینهم، به خاطر حسادت بین خودشان حق را نادیده گرفتند، همه چیز را زیر پا گذاشتند. اما الله تعالی میفرماید در این بین ما اهل ایمان را، اونایی که واقعا قصد ایمان داشتند، اونایی که واقعا دنبال حق بودند، اونها را ما هدایت کردیم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. پس هدایت فرمود بین این همه اختلافات. الله کی را هدایت فرمود؟ الذين آمنوا، آنهایی که ایمان داشتند. خب اونایی که ایمان داشتند چطور هدایت فرمود؟ اونایی که از قبل ایمان داشتند. بنویسی الذين قصدوا الایمان، اونایی که واقعا قصد ایمان داشتند، اونایی که انابت داشتند، اونایی که حق طلبی داشتند، اونایی که دنبال ایمان بودند. الله اونها را ببین، قبلا خدمت شما عرض کردم
که در مقابل بغیان، در مقابل ضد عناد حسادت چه چیزی هست؟ انابت. حق طلبی که بود، الله عزوجل این قلب حق طلب را دوست دارد، لذا هدایت فرمود اونهایی که ایمان آوردن، یعنی قصد ایمان داشتن. لما اختلفوا فیه من الحق باذنه، راهنمایی کرد برای آنچه که اختلاف در آن بود. یعنی در اون مسائلی که اختلاف بود، در اون مسائل خداوند کسانی را که قصد ایمان داشتند هدایت فرمود. من الحق بیان ما هست. لما اختلفوا، یعنی اون چیزی که اختلاف، ببین اختلاف وقتی که باشه خب یک طرف حق یکی باطله، پس هدایت فرمود در اون چیزی که اختلاف داشتن. به کجا هدایت فرمود؟ من الحق بیان لما هست، یعنی به سوی حق اونها را هدایت کرد. الله به اذنه ای به توفیقی، به توفیق خودش الله تعالی کسانی را که قصد ایمان داشتند هدایت فرمود. و باز الله می فرماید والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. الله هدایت می فرماید، راهنمایی می فرماید کسی را که بخواهد به صراط مستقیم. خب پس اون چی که تا اینجا بود از اول عرض کردم دلیل جهاد و علت جهاد است، چون بحث جهاد بود که این سوال مطرح بود چرا جهاد؟ خدای عزوجل اینو بیان فرمود که چون همه بر مسیر حق بودند اما اهل باطل آمدند و بین مردم اختلاف کردند، پس باید با اینها جنگید. ام حسبتم، بعد از این ترغیب به سوی جهاد است. خدای عزوجل میفرماید بعد از ایمان تحمل مصائب و تحمل شدائد است، بهشت مفت گیر نمیاد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا شما گمان داشتید که ان تدخلوا الجنه، اینکه وارد بهشت میشید، در حالی که ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، در حالی که پیش شما نیامده مثل اینجا به معنی صفات، واقعات کسانی که قبل از شما بودند، اون شرایطی که برای اونها آمد، اون مصائبی که برای اونها آمد هنوز بر شما نیامده. مستهم البأساء والضراء، خلاصه مصائبشون را الله بیان می‌فرماد. به آن امتهای پیشین رسید بأساء والضراء. بأساء قبلا خواندیم ضررهای مالی و الضراء ضررهای جانی، مالشون از بین رفت، جانشون آسیب دید. و زلزلو ای ازعجو، اونها به زلزله افتادند، یعنی به تنگ آمدند. چنان به تنگ آمدند که حتی یقول الرسول والذین آمنوا، حتی که رسول و پیامبر به سخن آمد، والذین آمنوا، همچنین صحابهش، یارانش، همراهان اون پیامبر اون زمان که با او بودند، همه به صدا آمدند و گفتند متى نصر الله، متى نصر الله، کمک خدا کی هست؟ این استفهام طلبی هست. استفهام چیه؟ طلبی، یعنی خدایا نصرتت را میخواهیم. وقتی که ما میگیم خدایا نصرتت کی، العیاذ بالله اعتراضی نیست که نمیاد، نه، بلکه متى نصر الله معنیش اینه که ما میخواهیم نصرت تو را، ما طلب داریم. الله تعالی اجابت فرمود وقتی که به این حد رسیدند. الا ان نصر الله قریب، آگاه باش، خبردار، نصرت الهی نزدیک است. از این آیه و همچنین تجربه گذشتگان یک نکته‌ای هست خدمت شما عرض می کنم، اون اینه که الله تعالی بندگان خودش را بر اساس تحمل و ظرفیت امتحان می کند، از ظرفیتشون بیشتر امتحان نمی کند. خب ظرفیت انبیا شما خوندید که خیلی زیاد هست، میدونید، لذا اشد البلاء الانبیا، بیشترین بلاها را انبیا دیدند و داشتند، سختی ها را انبیا کشیدند. بقیه
امت هم برایش مشکلات میاد، اما این مشکلات تا حدی میاد که تحمل داشته باشند. وقتی که از تحمل خارج باشد، وقتی که از تحمل بگذرد، الله تعالی مشکلات نمیاره. اینجا هم معلوم میشه الا ان نصر الله قریب. خیلی مردم بود که میگفتن برای ما سختی آمده، مشکلات آمده، مشکلات را تحمل کردن، آخر تحملشون که به سر رسید، زمانی که دیگه کم کم بی صبری میاد و میگفتند که ما دیگه داشتیم میبریدیم، داشتیم تمام میشدیم، بیش از این دیگه تحمل نبود، همین وقت الله نصرت می آورده. لذا نصرت الهی می آید زمانی که گرچه بعضی ها زودتر میاد، اما الله تعالی بندگان خودش را، مخلصین مراد هستند، بالاتر از تحملشون، بالاتر از طاقت و توانشون الله امتحان نمی کند. اینجا هم معلوم میشه که امتحان آمده برای انبیا، برای کسانی که با اونها ایمان داشتن، به قدری که اونها تحمل داشتن. آخر داره تحمل به سر میرسه، میگه متی نصر الله، الله فوراً اجابت میکنه، اجابت الهی. الا ان نصر الله قریب. پس شما ای مسلمانان هم اگر میخواهید که در راه خدا جهاد کنید، باید برای سختی ها آماده بشید. جهاد شهادت داره، شکست داره، مشکلات داره. این مشکلات را که کسی که به جان بخرد، دیگه آخرت و بهشت و رضای مولا مال او هست. یسألونک ماذا ينفقون. بعد از این، بعد از جهاد، گفتیم جهاد و انفاق با هم هستند. بعد از جهاد موضوع انفاق است، اینها با هم خیلی تناسب دارند. اما اون چیزی که اینجا سوال هست اینه که یسألونک ماذا ينفقون، سوال میکنند از تو ای پیغمبر که چی خرج کنند، چه مالی را خرج کنند. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین الی آخره. ببینید سوال چیزی دیگه هست، همه مفسران گفتند، جواب چیزی دیگه هست. چرا؟ چون که الله عزوجل اشاره دارد که این سوال اونقدر اهمیت ندارد، جواب مهمه. سوال یا از مقدار خرج کردن است، ماذا ينفقون، چه اندازه در راه خدا خرج کنیم، یا اینکه از نوع مال است، چه مالی خرج کنیم. من در راه خدا چی بدم؟ پول بدم، یا این پول را خوراک بگیرم بدم، لباس بگیرم بدم؟ اینش مهم نیست، چه قدر بدی، چه بدی. خودت نگاه کن شرایط را، نیاز را. پس به این قسمت جواب داده نشده، اینه به اجتهاد خود انسان گذاشته شده. اما اون چی که جواب داده شده، مصرف کجا خرج کنی مهم است. جایی خرج کن که نتیجه ای داشته باشه، جایی که برایت اجری داشته باشه. لذا الله تعالی در جواب این سوال به جواب مهمتری اشاره می فرماید. الله می فرماید فللوالدین، بهترین مصرف مال والدین است. کسی که این توفیق را داشته باشد بتونه برای پدر و مادرش مال را مصرف کند، مال را خرج کند، برای پدر مریضش، برای تداوی پدر، برای خوراک خوب پدر، برای مادر. سبحان الله، از این مال هیچ مالی مبارکتر نیست. فللوالدین والاقربین، برای والدین و برای خویشاوندان که در اینها چی هست؟ صله رحمی است. در اینها دو اجر است، دبل هست به اصطلاح، هم صله رحمی هست و هم انفاق است. والیتاما والمساکین وابن السبیل، یتیم ها، مسکین ها، مسافر ها. وما تفعلوا من خیر، هر کاری بکنید، هر کاری خیری، نه تنها انفاق، فإن الله به علیم. این تشویق است. خدا میداند این بنده من مال داد، این بنده من خرج کرد. خدا بداند برات کافیه، بنده نداند.
کتب علیکم القتال وهو کره لکم. بعد از انفاق مجدد جهاد. الله تعالی در رابطه با جهاد می فرماید که جهاد طبعا برای شما کتب علیکم القتال وهو کره لکم. بر شما جهاد فرض شده در حالی که این برای شما سخت است. اکراه چیزی که انسان طبعا میل داشته نباشد میگویند. خب این خدای نکرده کسی از اینجا استنباط نکند که صحابه جهاد را دوست نداشتند، نه، بلکه الله تعالی اکراه طبعی را میگوید. هر انسان طبعا جنگ را دوست ندارد، طبعا کشته شدن را دوست ندارد. هر انسان وقتی که چیزی به طرفش بیاید که کشته میشه نمیره جلوش، میره خودش را چی میکند؟ از مسیر خودش را دور میکند تا اینکه کشته نشه. این یک چیز طبیعی هست، این در فطرت هر انسان است. پس الله تعالی اون موضوع فطری را بیان میفرماید. از نظر عقلی و شرعی خواندیم که صحابه چه جان فدایی هایی داشتند، نه برای مال پروا داشتند نه برای جان پروا داشتند. پس این اکراه چی هست؟ طبعی هست. و هو کرهم پایینش می‌نویسید طبعا برای شما چی هست؟ مکروه و ناپسند است، ولی شما عقلا برید. چرا؟ و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم. بسا اوقات امید هست که شما یه چیزی را نپسندید در حالی که و او بهتر باشد برای شما. و عسى ان تحبوا شیئا، بس اوقات بعضی چیزها را دوست می‌دارید و هو شر لكم، و اون برای شما بد هست، شر هست، نمیدونید. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله میداند شما نمیدانید حقیقت هر چیز را. پس بهتر است که همه چیز را به الله تفویض بکن، به الله واگذار بکن، برای خدا بگذار. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه. ما در درس دیروز جنگ در ماه حرام را خواندیم، اما این آیه اشاره به جریان و به نکته خاصی دارد. گاه انسان کار میکند ندانسته کار میکند. الله تعالی اون چیزی که انسان نمیداند و خطا میکند او را میبخشد. درگیری بود در وادی نخله، در مقام نخله، بین صحابه و بین مشرکین، و این درگیری چند روز طول کشید. یکی از مشرکین در شب اول رجب که مسلمانان فکر میکردن 29 جمادی الاخری هست، در حالی که این شب اول رجب بود. ماه رجب شما میدونید از ماههای حرام هست. در این شب شخصی از مشرکین به نام عمرو بن الحضرمی کشته شد. لذا همه مشرکین طعنه زدن مسلمانان را. بعد از اینکه فردشون کشته شد گفتن شما اصلا احترام به ماه حرام ندارید، در رجب اون کشتید. صحابه وقتی که بررسی کردن دیدن که اول رجب بود. امام ابن جریر هم نوشته کانوا یظنون تلک اللیلة من جمادا و کانت اول رجب ولم یشعروا. فکر میکردن که این روز اولین شب چی هست؟ فکر میکردن آخرین شب جمادی الاخری است، در حالی که این اول رجب بود، نمیدونستم. خب پس این برای صحابه خیلی سخت شد. گفتن جریمه ما چیه؟ ما در ماه حرام کسی را کشتیم. الله تعالی به وسیله این آیات تسلی داد. الله می فرماید یسألونک عن الشهر الحرام قتال فی. شما را می پرسند از ماه حرام، یعنی جنگ کردن در آن. بله. قل قتال فیه کبیر. اول الله تعالی خود جنگ را میگه که در این ماه سنگینه. قل قتال فیه کبیر. بگو که قتال، جنگ کردن در این ماه کبیر است، سنگین است، خیلی سخته. اما
بعضی فتنه هایی که مد مقابل داره مشرکین دارند، کاری اونها بدتر از این جنگ در ماه حرام است. اونا چیکار کردند؟ چند چیز را الله تعالی بیان می فرماید. 5-6 تا علت که این 5-6 تا علت می طلبد اینا را بکشید، در ماه حرام و غیر حرام بکشید. یعنی کار اونها از کار شما بدتره. شما یک اشتباهی کردید، شما یک خطایی کردید، اما اونها چی کردند؟ یک، وصد عن سبیل الله و کفر به، باز داشتن از راه خدا. عن سبیل الله یعنی الاسلام، اونها از راه خدا باز می داشتن. و کفر به، و همچنین کفر کردن به راه خدا، به اسلام. والمسجد الحرام، این علت دوم. و همچنین صد از مسجد حرام، جلوگیری کردن از مسجد حرام. اونها هم کفر به اسلام کردن، هم از مسجد حرام باز داشتن. دو. سومی، و اخراج اهله منه اکبر عند الله، و اخراج اهل مسجد حرام از مسجد حرام اکبر عند الله، بزرگتر است نزد خدا، سنگینتر است. درست جنگ کردن در ماه حرام سنگینه، اما این جنایت ها از اون سنگین تره. اهل مسجد حرام کی اند؟ علامه آلوسی نوشته و هم النبی صلی الله علیه و سلم و المؤمنون. اهل مسجد حرام رسول الله و مؤمنون است. و انما کان اهله لانهم القائمون بحقوقه، اینها را اهل مسجد حرام میگن چون که حقوق مسجد حرام را اینها انجام میدادند. مشرکین حقوق مسجد حرام را انجام نمیدادند. حق مسجد حرام چیه؟ توحید، یکتاپرستی، عبادت خدا یگانه. این مشرکین کنجا شرک میکردن، بت پرستی میکردن. پس مؤمنان اهل اونجا هستند، چون مؤمنان اهل توحیدند، اهل عبادتند. مشرکان اهل شرک و بت پرستی هستند. پس این سه علت، و اخراج اهله منه اکبر عند الله، بیرون کردن اهل مسجد حرام از مسجد حرام بزرگتر است، سنگینتر است از جنگ کردن در ماه حرام نزد الله. و علت چهارم، والفتنة اکبر من القتل، فتنه یعنی شرکی که آنها مرتکب می شوند از قتلی که شما مرتکب شدی سنگین تر است. یعنی همه جنایات اونها از این اشتباه شما بزرگتر. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. علت پنجم، الله می فرماید آنها همواره با شما می جنگند، حتی یردوکم، حتی که شما را برگردانند از دین شما اگر بتوانند. و من یرتدد منکم عن دینه فیمت، این تخویف اخروی هست. الله می فرماید هر کسی برگردد از شما از دینش، فیمت یعنی تخویف از ارتداد، برگشتن از دین خیلی سخته. فیمت و هو کافر، بمیرد در حالی که کافر باشد. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، این انسان ها، این افراد برباد شد اعمالشان در دنیا و آخرت. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، و اینها اصحاب نار هستند، اهل آتش هستند، همیشه در آن آتش میمانند. ببینید ارتداد از دین خیلی سخته. کسی مرتد بشه الله فرموده همه اعمالش باطله. کسی از دین برگرده، از دین برگشتن چندین صورت داره. یک صورتش همینه که اینجا گفته که دشمن بر انسان غلبه پیدا کند. چنانچه بر بسیاری از بلاد اسلامی دشمن آمده در گذشته غلبه پیدا کرده، حکومت اسلامی را از بین برده، حکومت کفر قائم کرده، بعدا مردم را مجبور کرده که از دین برگردن. مردم برگشتند، خیلی سخته. یا اینکه بعضی ها
می روند در میان کفار زندگی می کنند، رفته رفته دین خودشون را از دست می دهند. خیلی ها هستند که عشق اروپا دارند، زندگی اونجا را دوست دارند، می روند در میان مسیحیان یا جاهای دیگه میرن زندگی می کنند. کم کم نسبت به دینشان، نسبت به عبادت، نسبت به خدایشان، نسبت به قرآن بی‌رغبت میشند. نسلشان، اولادشان کم کم به همون طرف گرایش پیدا میکنند. آخر خودش میمیره، نسلش همه به اون طرف رفته. لذا اینها صورتهای ارتداد، فقط صورت ارتداد در صدر اسلام نبود، امروز هم هست به عناوین دیگر، به شکلهای بسیار خطرناک که انسان متوجه نیست. اگر خدای نکرده انسان از دین برگردد، به دین دیگه بره، یا نسلش، الله میفرماید تمام اعمالش برباد در دنیا و آخرت، و در آخرت اولئک اصحاب النار، الله نجات بده، اینها صاحبان آتش خواهم بود، هم فیها خالدون، همیشه در آتش ماندگارند. بعد از این الله تعالی بشارت بیان میفرماید، مژده میده مؤمنین را که چندین صفت دارند. ببینید اگر انسان در دارالکفر هجرت کند، در جایی که دین نیست و حفاظت از دین بر دین مشکل است، حفاظت و دیندار کردن اولاد مشکل است، انسان چیکار کنه؟ هجرت کنه، بره جایی که دینش خوب باشه، جایی که جهاد میسر است، انسان جهاد کنه با اهل کفر. جهاد هم سبب احیاء دین می شود. ولی متاسفانه خیلی ها هستن از مسلمانان مرفه که دنبال ترفهن، دنبال زندگی راحتن، دنبال خوشگذرانی هستند، از شهرهایی که در اون شهرها دین است، عبادت است، مسجد، نماز، جماعت، تعلیم دین هست، از این شهرها می گریزن، میگه اینجا امنیت نیست، اینجا آسایش نیست، اینجا راحت نیستیم. می روند جاهای زندگی می کنند که میگه زندگی راحتی داشته باشیم، زندگی همراه با آسایش و آرامشی داشته باشیم. اونجا که میرند برعکس، خدا میگه از جایی که دینت محفوظ نیست برو به جایی که دینت محفوظ باشه، اولادت محفوظ باشه. بعضی میرن جایی که اولاد مرفه باشند، اولاد راحت زندگی بکنن، به فکر دینشون نیستن. آخر این اولاد چه دینی داشته باشند، به چه سمت و سوی برند؟ والله اعلم. پس یکی موضوع هجرت است، یکی ضد هجرت و عکس هجرت که خیلی از ما مسلمانان امروز داریم. این نکات قابل تعمق در قرآن. الله می فرماید ان الذين آمنوا، بدون شک کسانی که ایمان آوردند، والذین هاجروا، کسانی که هجرت کردند عن الاوطان للمحافظة على الدین، از وطنها تا اینکه دین خودشون را حفاظت کنند. و جاهدوا، و جهاد کردند، جهاد فی سبیل الله، برای اعلاء کلمت الله. اولئک یرجون رحمت الله، اینها امیدوار رحمت خدا هستند، اینها امیدوارند. این خبر است به معنای امر، یعنی امیدوار باشند. خبر است به معنی چی؟ امر. این افراد امیدوار باشند. والله غفور رحیم، الله تعالی بخشاینده و مهربان است. الله می بخشد اینهایی را که واقعا برای بخشش خدا هر کاری را می کنند. یسألونک عن الخمر والمیسر. خدمت شما عرض کنم که در اینجا ما چند تا مسئله می خوانیم، چون که موضوع جهاد بود. اول ربط را عرض کنم خدمت شما. موضوع جهاد بود. موضوع جهاد یکی از مسائل ذو وجهین است. ذو وجهین مسائلی را میگویند که دو جنبه دارند، یک جنبه مفید، یک جنبه ضرر. خب مسلمان نگاه میکند که افاده اش بیشتر است یا ضررش، فایدهش بیشتر یا ضررش. اگر ضررش بیشتر باشد
انسان به طرفش نمیره، اما اگر فایدهش بیشتر باشد به طرفش میره انسان. مثلا جهاد ضررش ضرر مال، ضرر جان، خوف هلاکت و قتل نفس، اما نفش رضایت خداست، موفقیت دنیا و آخرت است، ورود به بهشت است. منافعش را نگاه کن چقدر زیاده. انسان ضررها را فدای چی میکنه؟ منافع میکنه. دو تا مسئله دیگه هستند که میپرسیدند، یکی خمر، یکی میسر، یکی شراب، یکی قمار. شراب و قمار هم ذو وجهینند، توشون منافع هست. شراب منافعش چیه؟ لذت هست، شیرینی هست، همون تعیش و خوشگذرانی هست. قمار منافعش اینه که یک بار انسان در یک برد شاید چندین پول گیرش بیاد، اما ضررهاشون، ضررها خیلی زیاده. بزرگترین ضرر نارضایتی خداست. الان کدوم را انسان بگیرد؟ این آیه اولین آیه هست درباره شراب نازل شده. هنوز شراب و قمار حرام نشده، بعداً حرام شد، ولی از اینجا بسیاری از عقلا فهمیدند، متوجه شدند، بعد از این دست کشیدند. الله می فرماید یسألونک عن الخمر والمیسر، سؤال می کنند شما را ای پیامبر از شراب و از قمار. قل فیهما اثم کبیر، اعلام بفرما در این دوتا گناه بزرگ هست. و منافع للناس، و از یک طرفی منافع هست برای مردم. منافعش چیه؟ من الربح فی التجاره، در تجارت انسان سود می کند. والالتزاز به، لذت حاصل می کند. والسرور، خوشحال میشه. و حصول المال بلا تعب، در قمار بدون خستگی، بدون رنج پول هنگفتی به دست میاد. اینا منافع. اما و اثمهما اکبر من نفعهما، گناهشان بزرگتر است از نفعشان. دیگه خود دانید گناهشان از نفعشان بزرگتر است. این یک مسئله. مسئله دوم، و یسألونک ماذا ينفقون، و از شما سؤال میکنند ماذا ينفقون، چه خرج کنند، چه مالی را در راه خدا خرج کنند. اونجا همین سؤال بود، اما اونجا پاسخ داده شد که چه جاهایی خرج کنید. اینجا به خود سؤال جواب داده شد. قل العفو، عفو یعنی اضافه را خرج کن. عفو قرطبی نوشته ما فضل عن حوائجهم، هر چی که از نیازت بیشتره اون خرج کن. ما فضل عن حوائجهم، هر چی که از نیاز بیشتره. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، این چنین الله برای شما آیات را بیان می فرماید شاید شما فکر کنید. تتفکرون فی الدنیا والآخرة، در امور دنیا و آخرت فکر کنید. ببین بسیاری چیزها هستند که برای دنیای ما مفیدند، برای آخرت ما ضررند. خب انسان فکر کنه دنیا بهتر آخرت، دنیا مهمتر آخرت، دنیا لذتش بیشتر آخرت، بس مسلم هر چیز آخرت بهتره. پس لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة. پس فتحبسون عن اموالکم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقی فيما ينفعكم في العقبة. اون مالی که در دنیا نیازتون هست اون را حبس کنید، اون خرج کنید، و اون مالی که مازاد هست، اضافه هست، برای آخرتتون مصرف کنید. و یسألونک عن الیتاما، یکی دیگر از مسائل ذو وجهین یتیم بود. ببین یتیم چیکار کنیم؟ مالش را با مال خودمون خلط بکنیم، قاطی بکنیم. خب این خطر است که مال او با مال ما بیاد، ما از مال او بخوریم. اگر برای او جدا بکنیم همه امکاناتش را، خب به ضرر یتیمه.
غذای براش درست میکنی غذا میمونه بعد از اون خراب میشه. همچنین برای پخت و پز غذا همه امکانات همه وسایل جداگانه خریداری بشه. لذا کدوم صورت را انتخاب بکنیم؟ الله تعالی جواب حکیمانه ای داده. الله نگفته چیکار کنید، ما را آزاد گذاشته. با مال خودتون قاطی بکنید یا جداگانه. مثلا با مالتون قاطی بکنید، شما 5 نفرید، عائله شما، یتیم هم 1 نفر با شما، میشه 6 نفر. هر چی که درست میکنید خب تقسیم بر 6 بکنید. 5 سهم پول را شما بذارید، 1 سهم از یتیم بذارید، خلط بکنید. ولی الله می فرماید که اگر خلط میکنید یا نمیکنید فقط مد نظرتون اصلاح باشد، خیانت نباشد. اینه که به نفع او و به خیر او هر حرکتی میکنید بکنید، این را مد نظر داشته باشید. هدف اینه، بعد از اون هر کاری میکنید بکنید. لذا الله می فرماید و یسألونک عن الیتاما، شما را میپرسند از یتیم ها، قل اصلاح لهم خیر، اون چیزی که مهم است اصلاح برای اونها خوب است، یعنی اصلاح مالشان. و ان تخالطوهم فاخوانکم، اگر شما خلط کنید آنها را با خودتون، برادران شما هستند، فرزند شما برادر شما است. اگر شما خیانت کنی خدا میداند. والله یعلم المفسد من المصلح، الله میداند اون انسانی را که دنبال فساد است از اون انسانی که دنیای اصلاح است. یعنی چی؟ یعنی قاطی کردی، هدفت خیانت است، هم خدا میدونه. هدفت اصلاح است، هم خدا میدونه. الذي يقصد بالمخالطه الخیانه، تفسیر معالم التنزیل گفته خدا میداند اونی را که هدف از خلط کردن خیانت است و افساد مال الیتیم، و هدفش فساد مال یتیم است، و اکله بغیر حق، و خوردن بنا حق است. عن الذي يقصد الاصلاح، از اون انسانی که قصدش اصلاح است. معالم خدا همه را میداند. ولو شاء الله لأعنتكم، الله میفرماید اگر خدا میخواست شما را در مشقت میانداخت، ولی خدا برای شما آسان کرده. ببین خدا بر ما سخت نگرفته. خدا نگفته حتما مال یتیم باید جدا بشه، حتما اینجور بشه، با مال شما قاطی بشه. نه، هیچ راهی را بر ما تحمیل نکرده که بر ما سخت بشه، شاید نتونیم، بلکه ما را آزاد گذاشته. پس خدا اگر میخواست بر شما را در مشقت میانداخت. ان الله عزیز، خدا غالب است، ولی حکیم، خدای عزوجل کارهایش با حکمت است، کارهایش حکمت دارد. هر چی که دستور میده دستوراتش مملو از حکمت است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ما 3 مسئله ذو وجهین خواندیم. یکی خمر و میسر بود، یکی دیگه مسئله انفاق بود، خرج کردن به ظاهر ضرر داره اما در واقع نفع داره. 3 مال یتیم هم ذو وجهین است. 4 نکاح مشرکات، اینا همه مسائل ذو وجهین هستند، یعنی 2 جنبه دارند، هم نفع دارند هم ضرر دارند. نکاح زن مشرکه ذو وجهین است، چون این زن مشرکه امکان داره که مالدار باشه، پولدار باشه. نکاحش برای انسان منافع مادی دارد، امکان داره که زیبارو باشد، خوبصورت باشد. خب این نکاحش هم برای انسان منافعی دارد. اینا منافع مادی، منافع ظاهری هستند. اما ضررهایش را وقتی که نگاه میکنی، ضررش ضرر دینی هست. اولی مشرکه هست. مشرکه کسی که در دلش به جای توحید شرکه، همین قد کافی نیست برای دوری کردن از او. و دیگه این که
فردا نسلت و عاقبت نسلت چی میشه؟ از همین مشرکه میخوای بچه داشته باشی، اولاد داشته باشی، معلوم نیست که این اولاد به کدوم سمت و سو میرن، به طرف مادر میرن یا به طرف پدر. آیا این دین را قبول میکنی یا اون دین را؟ آیا معلوم نیست این پدر تا که زنده هست؟ این پدر اگر بعد از 2 فرزند 3 فرزند 4 فرزند در جوانی رفت، خب این مادر میماند و این بچه ها چه تربیتی خواهند داشت؟ بچه معمولا به طرف مادر بیشتر میره. لذا ضررهایش را نگاه کن. خیلی از افراد هستن گاهی چشمشون به جایی میفته، میگه که ما چیکار کنیم، عاشق شدیم. ولی فکرش بکن که کسی که همدین نباشه با انسان آینده نکاح برای چی هست؟ فلسفه نکاح اینه که انسان یک زندگی همراه با آرامش داشته باشد، آسایش داشته باشد. انسان ازدواج میکنه که راحت باشه، نه که ناراحت، نه که درگیر. هر روز درگیری، هر روز، چون تفاوت فرهنگ است، تفاوت دین هست، تفاوت عقیده هست. وقتی که بالخصوص اولاد، وقت تربیت اولاد بشه، این درگیری ها بیشتر میشه. اولا نامش، اون میخواد نام مشرکانه باشه، این میخواد نام موحدانه باشه. باز تربیتش، اون میخواد به اون سمت ببره، این میخواد به اون سمت. پس این زندگی، کانون زندگی تبدیل میشه به یک میدان درگیری، رقابت، هر کسی به سمت خود کشیدن. پس اون هدف نکاح از بین میره یا نمیره؟ بنابراین هر کسی مسلمان عقد کند. پس الله می فرماید که مسئله نکاح مشرک هم ذو وجهین است. ظاهرش زیباست، متمدنه، پیشرفته هست، کلاسش بالاست، اما یک مؤمنه امکان در اون ظاهر را داشته نباشد، امکان در اون پیشرفتگی را داشته نباشد، اما ایمان دارد، تقوا دارد و عرض کنم عفت و پاکی دارد. اینها کم چیزی نیستند. لذا الله می فرماید ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، شما نکاح نکنید با زنان مشرکه حتی که آنها ایمان بیاورند. ها، اگر ایمان داشتند از ته دل با اخلاص، نه به خاطر این شوهر، بلکه ایمان میاره، چون به حقیقت ایمان میرسه. ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتكم. الله می فرماید یک کنیزکی که مؤمن باشد، یک کنیزی که مؤمن باشد، خیر من مشرکة، بهتر است از یک زن مشرکه. ولو اعجبتكم، گرچه این زن مشرکه شما بپسندید او را، شما دوست داشته باشید جمال و زیبایی او را. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، همچنین برعکس، به مردان مشرک دختر ندید، به مردان مشرک دختر ندید، دخترانتون را ندهید. ولا تنکحوا المشرکین، شما نکاح ندهید به مردان مشرک حتی یؤمنوا، حتی که ایمان بیاورند. اینم عرض کردم، نه اینکه بعضی میگن ما به خاطر همین که ازدواج صورت بگیره ایمان میآوریم، نه، ایمانی که به خاطر زن باشد همون جریان هجرت هست، مهاجر ام قیس هست. ولعبد مؤمن خیر من مشرک، یک برده، یک غلام که مؤمن باشد بهتر است از مشرک، از مرد مشرک. ولو اعجبکم، گرچه شما را شگفت آید، گرچه شما پسند بکنید، دوست داشته باشید مالش را، جمال و زیباییش را، ظاهرش را، گرچه بپسندید، ولی از این یک برده بهتر است. اولئک یدعون الی النار، این علت اصلی هست، علت
عدم نکاح اهل شرک اینه که اهل شرک شما را فرا میخوانند به سوی آتش، شما را دعوت میدن به سوی آتش. یدعون الی النار، قرطبی نوشته الی الاعمال الموجبه للنار، شما را میخوانند به سوی اعمالی که باعث آتش میشه. لذا یک مرد وقتی که عاشق یک زن مشرک میشه، به خاطر اون زن مشرکش امکان داره بعضی آداب و رسومات شرکی را هم به جا بیاره، پس این رفت به طرف آتش، در حالی که خدا شما را به کجا دعوت میده؟ والله یدعو الى الجنة والمغفرة باذنه، الله شما دعوت میدهد به سوی بهشت، ای الى التوحید الذي يسبب الجنه، به سوی توحیدی که سبب بهشت میشه. والمغفرة باذنه، و الله شما را به سوی مغفرت دعوت میدهد به اذنه ای به توفیقه. روح المانی باز نوشته والله يدعو الى الجنه والمغفرة الى اعتقاد الحق والعمل الصالح الموصلين الیهما، شما را به سوی اعتقاد حق و عمل صالح الله دعوت میده که این دوتا شما را به بهشت میرساند و به مغفرت خدا میرساند. و یبین آیاته للناس، الله تعالی آیات خودش را برای مردم بیان میکند. لعلهم یتذکرون، حکمت تبیین، شاید مردم پند بگیرند، شاید مردم اندرز بگیرند. پس از این آیات خدا باید ما پند بگیریم، باید فکر بکنیم خدا از ما چی میخواد، به کجا ما را دعوت میده. و یسألونک عن المحیض، مسئله پنجم از مسائل ذو وجهین، نزدیک شدن با همسر و زنی که در حالت مریضی است، در حالت حیض است، این هم ذو وجهین است. خب مقاربت و نزدیک شدن بلا تشبیه شهوت دارد، اما مشکلاتی هم دارد، ضرر و زیان هم دارد. اون اینه که اون در حالت مریضی، حالت نجاست است و امکان داره که این برای طرفین ضرر داشته باشد، برای طرفین مشکلاتی داشته باشد، بیماری به وجود بیاورد، پس ضررش از نفعش بیشتره. به این خاطر الله می فرماید فاصله بگیرید. و یسألونک عن المحیض، شما را سؤال می کنند از محیض، زنی که مریض هست، مریضی حیض. قل هو اذن، الله می فرماید بگو که این حیض یک اذایی هست، اذیتی هست، یک مریضی هست. فاعتزلوا النساء فی المحیض، شما دوری کنید. اعتزال جدا شدن رو میگن، جدا بشید از زنها در حالت حیض. ببینید منظور از جدا شدن چیه؟ نه اینکه باشون اصلا تو یک اتاق ننشینید، تو یک ظرف غذا نخورید. المراد منه اعتزال النساء اجتناب مجامعتهن، مراد اجتناب کردن از مجامعت و مقاربت هست، اجتناب کردن از همخوابی هست، نه چیزی دیگه. ببینید در دین یهود و نصارا افراط و تفریط بود، اسلام دین توسط است، دین اعتدال است. یهودیان طوری بودن که هر وقتی که زن مریض میشد، مریض ماهانه میشد، حیض میشد، دیگه اصلا نزدیک زن نمی رفتند، اصلا تو یک اتاق باش نمی نشستند. تا زمانی که زن مریض بود مثل یک حیوان تو یک اتاق تنها باید می بود، نباید با او کسی غذا می خورد، نه با او صحبت می کرد، نه با او در یک اتاق می نشست و معتقد بودند که مریضی دارد. اما مسیحیان برعکس، هیچ منعی برایشون نبود. وقتی که حتی زن مریض بود هم بلا نسبت هم خوابی داشتن باش. پس این افراط و تفرید در اون دو دین بود. اسلام گفت که فقط از همخوابی
اجتناب بشه، دوری بشه، دیگه بقیه باشون میشه که یک جا در آیات در ادامه میخوانیم که یک جا باشون زندگی کرد، حتی روی یک رختخواب خوابید. ولی فقط یک چیز من هست. الله میفرماید ولا تقربوهن حتی یطهرن، نزدیک نشوید آنها را حتی که پاک بشند. فاذا تطهرن، زمانی که خوب پاک شدند، فأتوهن من حیث امرکم الله، بیایید پیش زنهایتان از همان طریقی که الله شما را امر کرده. ای من القبول للدبر، مثل حیوان. حیوان هم اینطور نیست. حیوان هم از پیش حیوان دیگه میاد، از طریقش میاد. مثل انسانی که فطرتش را از دست داده، قوم لوط، مثل او نباشید. ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. خداوند عزوجل دوست دارد توبه کنندگان را اگر کسی خطایی کرده، و همچنین دوست دارد پاکیزه کنندگان را، پاکیزگی را اختیار کردن. و در ادامه الله تعالی می فرماید نساؤکم حرث لکم، زنان شما حرث هستند. حرث به معنی کشتزار. فأتو حرثکم، منظور کسی که میخواهد محصول زندگی داشته باشد. محصول زندگی چیه؟ فرزنده. میوه شیرین زندگی اولاد است. لذا میفرماید فأتو حرثکم، پیش حرث خودتون، کشتزارت خودتون بیاید، انا شئتم، به هر کیفیتی که میخواهید. ببینید وقدموا لانفسکم، اینا بعدن چند تا نکته هستند که باید با توجه به مسائل روز و بعضی مردم میپرسند باید اینها بیان بشه. اون اینه که الله عزوجل کسانی را دوست دارد که متطهرینند. روی این آیت توجه کنید، توابین، متطهرین، توبه می کنند و پاکیزگی را اختیار می کنند. اونایی که ناپاکی را اختیار می کنند، طریق نجاست را اختیار می کنند، اینا را خدا دوست ندارد. اینا محبوب خدا نیستن، مبغوض خداند. ببینید ناپاکی یک صورتش اینه که بلا نسبت انسان نزدیک زنش بره در حالت مریضی، در حالت حیض، این ناپاکی است. چنانچه اونجا وقتی که مسئله ذووجهین را میخوانیم برای زن حائض، همخوابی، جهت نفعش چی هست؟ جهت تلذذ فی الجماع، در جماع لذت دارد. اما جهت تلوث بالاذى، انسان با نجاست ملوث میشه، آلوده میشه. این ناپاکی هست، آلودگی هست، خدا دوست ندارد. و یک اشاره ظریف دیگری الله تعالی فرمود که نساؤکم حرث لکم. دو طریق هست، یکی طریق حرث، یکی راه فرث. فرث چیه؟ پس افگنده، نجاست، مدفوع بلا تشبیه، بلا نسبت. بعضی ها که عرض کردم فطرتشون خراب بشه، فطرت بشری را از دست بدند، راه فرث را دوست دارند، راه پشت را، راه دبر را دوست دارند. اینها ناپاکند، اینها از طریق حرث نرفتند، از طریق فرث و نجاست رفتند. اینها را الله دوست ندارد، اینها مبغوضند. این بدترین عمل است. راحت بعضی میپرسند که رابطه زناشویی به این طریق چطوره؟ این بدترین کار است. قرآن داره اشاره میکنه که انسان از راه حرث باید وارد بشه. الان کیفیتش انا
شئتم، به هر صورتی که باشد، ایستاده نشسته، به هر صورت یهودیان معتقد بودند که کسی از طریق پشت بیاد، گرچه راه فرض باشه، بچه چشمش کج میشه، احول میشه. اسلام همون رد میکنه. نه، کیفیت، هر کیفیتی که برای زن و مرد بهتره، لذت بیشتری میخواند، ولی راه حرف باشه، راه دوبر نباشه که این راه نجاست است، راه فرض، راه ناپاکی هست. الله تعالی این چنین ناپاکان را دوست نداره. این اشاره به همین است. الله دوست داره کسانی را که توبه بکنند، و یحب المتطهرین، دوست داره کسانی را که پاکی را اختیار میکنند. و قدموا لانفسکم، برای خودتون چیزی تقدیم بکنید از عمل برای آخرت، از عمل، از صدقه، از نیکی، از بر. واتقوا الله، از خدا بترسید. اصل تقواست. اگر تقوا باشه انسان مو به مو دستورات حق را اجرا می کند. اگر تقوا نباشه انسان از حیوانم بدتر میشه. واعلموا انکم ملاقو، این نسخه تقواست. میدونید تقوا چطور حاصل میشه؟ در دلت بنویس، یقین داشته باش، بدان انکم ملاقو، شما الله را ملاقات میکنید، شما یک روزی در محضر الله حاضر میشید. اگر بدونیم که در محضر الله حاضر میشیم، تقوا را پیش میگیریم. و بشر المؤمنین، و مژده بده ای پیامبر مؤمنان را، مژده بده کسانی که از تقوا دارند، کسانی که برای آخرتشون ذخیره میکنند، کسانی که میدانند که خدا را ملاقات میکنند. نوشته المتصفین به اصول ثلاثه، اونایی که به این اصول سگانه، اینجا 3 اصل فوز بیان شد، 3 اصل رستگاری بیان شد. اولی چی بود؟ و قدموا لانفسکم، برای خودتون چیزی را تقدیم کنید، آخرت بفرستید. دوم واتقوا الله، تقوا. سوم واعلموا انکم ملاقو. لذا مؤمنینی که به این 3 اصل پایبندند اونها را مژده بده. ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس. یکی از عادات بد جاهلیت این بود که گاهی سوگند میخوردند، اما چنان سوگندی که این سوگند اونها را از کار نیک باز می داشت. مثلا یک کودنی سوگند میخوره که با پدرش حرف نمیزنه. خب این سوگندی هست که مانع خیر هست. یکی سوگند میخوره به برادرش کمک نکنه، یکی سوگند میخوره به فقیر چیزی نده. اینها را باید شکست، اینها را باید نادیده گرفت، کفاره داد برایشون. لذا الله میفرماید ولا تجعلوا الله عرضة. اصل عرضه میگویند هدف، نشانه. شما از اینجا میخواهید نشانه را با تیر بزنید، اون نشانه که میگذارید، قطی هرچی میذارید، اون عرضه هست. الله میفرماید خدا را شما هدف برای قسمهایتون قرار ندید. بعضی گفتن عرضه اینجا معنایش هست، مفهومش هست مانع، یعنی نام خدا را مانع قرار نده. ان تبروا، از اینکه احسان کنی، و تتقوا، تقوا اختیار کنی، و تصلحوا بین الناس، بین مردم اصلاح کنی. مثلا صلحی هست، قسم میخوری که من اینجا قدم نمیگذارم، این 2 برادر را با هم صلح نمیدم. خب قسم خوردی، پس نام خدا الان مانع هست، مانع صلح هست. الله میفرماید چرا نام خدا را هدف قرار دادی؟ چرا نام خدا را مانع صلح قرار دادی؟ یا اینکه قسم خوردی با فلان برادر حرف نمیزنم. خب نام خدا الان مانع نیکی، چرا نام خدا را ذکر میکنید؟ والله سمیع علیم، این بیم هست، خدا همه چیز شما را میشنود. چه داری میگی؟ علیم، از همه نیات و اراده های شما خبر دارد. و اما یکی هست که ما عادت کردیم قسم میخوریم، هدفی نداریم، چیز
نیتی نداریم. قسم لغو میگن. لغو دو قسم است بر اساس هر دو فقه شافعی و حنفی عرض میکنم. یکی اینه که آدم عادت کرده هر چیزی قسم میخورد، والله چنینه والله چنانه. الان هدفش دروغ نیست، این که هر جا مثلا عرب ها عادت داشتن ماه را که می دیدن می گفتن والله ان هذا الحلال، این ماه است. خب این قسم لغو است، برای این اشکالی نداره. یک صورت دیگری لغو اینه که شما یک کاری را فکر میکنی انجام شده در حالی که انجام نشده. شما فکر کردید که استاد آمد، کسی را مثل استاد دیدی که تو مسجد آمد، شما قسم میخوری والله استاد آمد در حالی که نه آمده. خب اشتباه دیدی. خب این اشتباه قصد دروغ نداشتی، این چی هست؟ لغو هست. این اشکالی ندارد. اما اون قسمی خدا مؤاخذه میکند قسم غموس. قسم غموس اونه که به دروغ قسم میخوری، میدونی دروغ داره میگم، در دلم میدونی دروغ میگم. اینجا دیگه نام خدا را هدف قرار دادن و نشانه قرار دادن و استعمال کردن. طرف حرفت را باور نمیکنه، چیکار میکنی؟ نام خدا را میاری که باور کنه. پس این خیلی گناه عظیمی هست، الله بر این مؤاخذه میکنه. الله میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله شما را مؤاخذه نمی کند با قسم لغو در قسمهایتان، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اما الله شما را مؤاخذه می کند به آنچه که دل شما کسب کرده، یعنی در دل میدانی و دروغ میگی. والله غفور حلیم، الله بخشاینده هست اگر کسی توبه بکند. حلیم بردبار است. این که خدا مؤاخذه نمی کند نه اینکه نمیداند، بردبار است، تحملش بالاست. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر. خب بحث قسم آمد. یکی از قسم ها را خدا ذکر میکنه که در زمان جاهلیت بود. این قسم نامش هست ایلا. ایلا این است که مردی سوگند میخورد، قسم میخورد که نزدیک زنم نمیرم. به زن میگه که قسم به خدا دیگه پیشت نمیام، در رخت خوابت نمیام. خب یا زن دیگه داره نداره، ولی این زن چون قسم خورده پیشش نمیره. این در زمان جاهلیت بود. این زن بیچاره برای همیشه بلا تکلیف بود، از قید این مرد خلاص هم نمیشد که بره شوهری دیگه بگیره، و این شوهرم چون قسم خورده پیشش نمی آمد. تا اینکه در اسلام کسانی که سوگند خوردند ایلا، اسلام مسئله را حل کرد. اون اینه که اگر سوگند خورد به کمتر از 4 ماه، خب اشکالی ندارد. سوگند میخوره 3 ماه پیشت نمیام، تا 3 ماه نره هیچ اشکالی نداره. اگر قبل از اون رفت کفاره قسم میده، بعد از 3 ماه بره. اما اگر کسی 4 ماه قسم خورد، بیشتر از 4 ماه قسم خورد، 5 ماه، 1 سال، یا مطلق گفت نمیام پیشت، الان اسلام دیگه این زن مظلوم را بلا تکلیف نمیگذارد. بعد از 4 ماه اگر تا 4 ماه نزدیکش رفت، خب کفاره قسم بده، کفاره قسم میخونیم. اما اگر تا 4 ماه نرفت، همین که 4 ماه گذشت، خود بخود این زن طلاق میشه. البته اینجا یک اختلافی بین ما حنفیا و شوافی هست. امام شافعی میگه تفریق و جدایی میشه با قضای قاضی. قاضی دیگه میگه بینه 4 ماه نیامد، دیگه میگه این زنش نیست، حکم صادر میکنه. از نظر ما نه، خود به خود یک طلاق باین واقع میشه. 4 ماه که گذشت طلاق باین واقع میشه، این زن دیگه عدهش تمام شد، بره شوهر دیگه بگیره، ازش جدا میشه. اینا الله بیان میفرماید للذین یؤلون من نسائهم،
برای کسانی که ایلا می کنند از زنهایشان تربص 4 اشهر، انتظار 4 ماه. زن چقدر انتظار بکشد؟ 4 ماه. فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم، اگر رجوع کردن خداوند بخشنده و مهربان است. یعنی قبل از 4 ماه برگشت به زنش، خب کفاره قسم است. و ان عزم الطلاق، اگر قصد طلاق دارد میخواد بذاره 4 ماه بگذارد، خب قصد طلاق یعنی بترک الفیء فی 4 اشهر، فیء را ترک کرد، رجوع را ترک کرد، بر نگشت. فإن الله سمیع علیم، بدون شک خداوند هم شنواست هم داناست. الله عزوجل میداند که این دیگه میخواد که از این زن جدا بشه، پس با گذشت 4 ماه خود به خود طلاقی بر او میفته. خب بحث طلاق آمد، الله تعالی احکامی درباره طلاق اینجا بیان میفرماید و بعد از اون درباره عدت. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، زنی که طلاق داده شد، این زن، ببینید زنی که طلاق داده میشه چند نوع هست. زن اگر طلاق داده بشه حامله باشد، عده‌اش وضع حمل هست، یعنی بچه را بیارد، شاید بعد از 1 ماه بچه به دنیا آمد، مثلا 8 ماهش بود از اول، شاید بعد از 6 ماه بچه بیاد، شاید بعد از 8 ماه بیاد. هر وقتی که بچه به دنیا آمد این زن عده‌اش تمام میشه. اما اگر زن حامله نبود، حائضه هم نبود، حیض نمی آمد، زن چه زنی بود؟ زنی بود که آیسه بود، یعنی سنش بالاست، حیضش تمام شده، یا سنش کوچکه، هنوز به سن حیض نرسیده. خب این زن هم در قرآن حکمش آمده که عدتش هست 3 اشهر، 3 ماه. این زن اگر شوهر طلاق داد، 3 ماه که گذشت خود به خود عده‌اش تمام میشه. زن اگر نامزد بود و اصلا شوهر نزدیکش نرفته و باش خلوت صحیحه هم انجام نداده، قبل از ازدواج این زن را طلاق داد، این زن اصلا عده ندارد. این صورتهای مختلفی هستند، اما آخرین صورتی است که زنی هست که مریضی ماهانه دارد، شوهرش او را طلاق میده. وقتی که طلاق میده در طهر او را طلاق میده، دیگه در پاکی باید طلاق بده. اگر در حیض طلاق داد هم رجوع بکند و دیگه در پاکی طلاق بده. در پاکی که طلاق داد، این زن باید 3 قرع بگذاراند. قرع کلمه مشترک است بین حیض و طهر. امام شافعی میگه 3 طهر بگذاراند، همین طهری که هست تمام بشه، 1 پاکی دیگه، 1 پاکی دیگه. ما میگیم 3 حیض، 3 مریضی، الان پاک است. اولین مریضی که آمد 1، دومین 2، سومی تمام شد، این زن چی میشه؟ عده‌اش تمام میشه. لذا الله میفرماید والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، زنهایی که طلاق داده شدند انتظار بکشند، خودشون را در انتظار بگذارند 3 حیض. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله، حلال نیست، جائز نیست برای آنها ان یکتمن، این که کتمان کنند، مخفی کنند، ما خلق الله فی ارحامهن، آنچه که خدا در رحم اونها پیدا کرده. چه در رحمشون هست؟ امکان داره زن حامله باشه، تازه 1 ماه حامله هست ولی نمیگه. چرا نمیگه؟ تا 2-3 ماه گذشت بگه عده من تمام شد، بره شوهری دیگه بگیره. خب این از خدا نمیترسه؟ ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، خداوند وعید شدید بیان میفرماید
که اگر این زنها ایمان به خدا و روز آخرت دارند، اگر ایمان دارند کتمان نکنند. البته مفهوم مخالف اینجا اعتبار نداره که یعنی اگر ایمان ندارند کتمان کنند، نه، این در واقع مقتضی هست، یعنی ایمان می طلبد که کتمان نکنید. اگر بچه در شکم داری ولو اینکه 1 ماهش هست، خب بگو. یا اینکه بعضی ها هنوز 3 تا مریضی 3 تا حیض تمام نشده، خودش حسابش میدونه، به دروغ میگه تمام شد تا اینکه از قید مرد تمام بشه، مرد دیگه نتونه رجوع کنه. هدفش اینه که مرد دیگه بر من رجوع نکنه. الله میفرماید اینها را کتمان نکنند. ولا یحل لهن ان یکتمن، حلال نیست برای این زنها اینکه کتمان کنند ما خلق الله فی ارحامهن، آنچه که الله در رحمشان پیدا کرده. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر آنها ایمان دارند به خدا و روز آخرت. و بعولتهن احق بردهن فی ذلك ان ارادوا اصلاحا. الله می فرماید که شوهرای خودشون، مثلا طلاق رجعی است، این در صورت طلاق رجعی است. فرضیه ما هم بر طلاق رجعی است. ببین طلاق مغلظه، طلاق ثلاثه از بدترین نوع طلاق ها و به طلاق بدعت است. مرد باید چه طلاقی بده؟ طلاق رجعی بده تا راه بازگشتی برای مرد و زن باشه. اگر واقعا پشیمان شدند بتونن دیگه به هم دیگه رجوع کنن. پس اینجا مسائل بر اساس همین که یک مسلمان هست، پایبند هست، اونطوری که شرع گفته طلاق میده. خب در همین ایام عدت الله میفرماید شوهران خودشون حق بردهن فی ذالک، در این موضوع تربص حقدارتر هستند که اونها را برگردانند. ان ارادوا اصلاحا، اگر واقعا نیت شوهر اصلاح باشد، یعنی طلاق داده الان پشیمانه، از این به بعد میخواد که بین او و بین این زن اختلاف نباشه، اصلاح باشه، پشیمان هست، رجوع میکنه. خب این شوهر حقدارتر از یک شوهر جدید. ان ارادوا اصلاحا میفرمان لیس المراد به شرطیت قصد الاصلاح لصحت الرجع، برای صحت رجوع قصد اصلاح شرط نیست. اگر اصلاح داشت، قصد اصلاح داشت، رجوعش صحیح میشه؟ نه، رجوع مطلقا صحیح است. اینجا خدا ترغیب داده که اگر میخوای رجوع کنی اصلاح را هم در نظر بگیر. بل هو الحث علیه، بلکه اینجا الله برانگیخته میکند، تشویق میکند که تو شوهر که میخوایی در عده رجوع کنی پس نیتت را اصلاح کن. و الزجر عن قصد الضرار، ابو سعود و آیه بیم میده، میترسونه که یک وقتی قصد ضرر دادن نباشه که زن را دوباره به قید خود در بیار، رجوع کن بر اون، دوباره اذیتش کن، نه. لذا الله میفرماید شوهران حقدارتر هستند در این اگر اراده اصلاح بکنن. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. ببینید برای زنان هست این علت اصلاح. چرا شوهر را میگیم اراده اصلاح داشته باشه؟ حقوق تنها بر زن نیست، حقوق بر مرد و زن است. یعنی مرد بر زن حق دارد، زنم بر مرد حق دارد. تنها نیست که بگیم مرد کت خدای خانه هست حق داره دیگه زن حق نداره. الله می فرماید ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای زنها هست اون حقی که مثل اون چیزی که بر اونها هست. بر زن چی هست؟ حق شوهر. همچنین بر شوهر هم هست حق زن بالمعروف طبق دستور شرعی. البته وللرجال علیهن درجه، برای مردان بر زنان درجه و فضیلت دارند.
آقای خانه هستند، کت خدای خانه هستند، سالار خانه هستند، حق دارند. ولی معنیش این نیست که دیگه زن حق ندارد. زن هم حق دارد. همونطور که زن باید رعایت کند اخلاق خوب را، شوهر هم باید رعایت کند. زن هم باید احترام را رعایت کند، شوهر هم باید احترام داشته باشد. پس ولهن برای زنان است که مثل الذی علیهن، مثل اون چیزی که بر خود زنان است. بر زن چیه؟ رعایت کردن. همچنین نسبت به این که رعایت میکنه، رعایت خود اون را هم باید کرد. والله عزیز حکیم، خداوند غالب هست، هر کاری بخواهد انجام میده، اما در دستوراتش حکمت است. این دستورات الهی مملو از حکمت. الطلاق مرتان. خب وقتی که کسی میخواد طلاق بده، خداوند عدد طلاق را بیان میفرماید. طلاق 2 بار. عدد طلاق چی هست؟ 2 تا. یعنی طلاقی که بعد از اون راه برگشت برایت هست 2 تا هست. 1 2، 3 تا نه. بعد از 2 تا فامساک معروف او تسریح به احسان. زن را نگه دار طبق دستور شرعی، او تسریح به احسان، یا رها کردن به خوبی، به احسان. خب پس بعد از 2 طلاق راه حل هم هست. بعد انسان نگاه کنه، اگر میخواد نگهداری بکنه خوب نگهداری بکنه، میخواد رها کنه دیگه خوب رها کنه. اما بعضیا هستند که زن را شکنجه میدن، زجر میدن، طلاق هم نمیدن، میخواند هر چی که برای زن گرفته از او بگیره. اینا واقعا ظالمند. طلاها را پس بده، خرجی که برای عروسی کردن پس بده، پول لباس ها را بده، هزینه را بده، بعد طلاقت میدم. الله می فرماید ولا یحل لکم ان تأخذوا، حلال نیست برای شما ان تأخذوا، اینکه بگیرید مما آتیتموهن شیئا، از آنچه که به اون زنها دادید چیزی را، الا ان یخافا الا یقیما حدود الله. در یک صورت خدا استثناء می کند، مگر اینکه آن 2 ترسیدند، زن و شوهر، که نمیتوانند با این زندگی حدود خدایی را قائم بکنند. یعنی زن خودش خواهان است. زن میگه من نمیتونم زنی برای تو باشم، من نمیتونم با تو زندگی بکنم، بیا و منو طلاق بده. شوهر طلاق نمیده، شوهر میخواد زندگی بکنه. نه اینکه شوهر کاری میکنه که زن مجبور بشه اینه بگه، نه، شوهر حقیقتا میخواد زندگی بکنه، حقیقتا میخواد زندگی بکنه. پس ولی زن نمیخواد. اینجا یک صورت، همون صورت خلع هست که این آیه بیان کرده. شوهر اون چه که داده اونا را به اون اندازه پس بگیره. مثلا مهریه داده، 20 تا سکه داده، اونا را پس بگیره. یا اینکه به صورت نقدی مهر داده، اینا را پس بگیره. اون چی که به زن داده، نه اون چی که به مردم داده. بعضی هستن که مثلا 100 میلیون خرج میکنه به مردم غذا میده، اونا را از زن چرا میگیره؟ اونها دیگه صدقه هستن، خیراتش هستن، ولیمهش هستن، ثوابش بهش رسیده یا نرسیده بستگی به نیتش داشته. اونا را از زن نمیگیره، چیزی که به خود زن داده میگیره. لذا الله می فرماید فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر شما می ترسیدید که آن 2 حدود الهی را رعایت نمی کنند، فلا جناح علیهما، پس گناهی بر آن 2 نیست، فیما افتدت به، در آنچه که افتدت به، زن فدیه بده آن را، زن فدیه بده، فدیه بده برای خلاصیش، برای رهاییش، برای طلاقش، بدل خلع بهش میگن. تلک حدود الله، این حدود الهی هستند، حد و مرزی که خدا تعیین کرده. فلا تعتدوها، از اینها تجاوز نکنید. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، هر کسی از حدود الهی تعدی کند این افراد ظالمند. فان طلقها،
فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره. الله تعالی می فرماید که چون قبلا ما خواندیم دو تا طلاق، الطلاق مرتان، این ادامه اون است. در وسط بحث خل آمد. خل خب چیزی دیگه هست. از نظر ما طلاق باین است، از نظر امام شافعی رحمه الله تو خل فسخ است، فسخ نکاح است، طلاقی هم نیست. خب اگر کسی دو طلاق داده، طلاق سوم اگر داد دیگه بعد از اون حلال نمیشه این زن. فان طلقها، این متعلق به الطلاق مرتين بنویسید، الطلاق مرتان متعلق به اونجاست. دو تا طلاق داده، فان طلقها، اگر طلاق سوم را داد، فلا تحل له من بعد از این دیگه این زن برایش حلال نیست. این زن برایش حلال نیست مگر بعد از 5 مرحله. بعد از 5 مرحله: 1. این زن عدتش را تمام بکند. 2. این زن بره شوهر دیگه بگیره، نه اینکه به خاطر این، همینطور. 3. اون شوهر جدید هم باش همخوابی داشته باشه. 4. اون شوهر اگر طلاقش داد. 5. بعد از طلاق اون شوهر دوم عده بگذرد. بعد از این 5 مرحله میتونه بیاد پیش شوهر اول با او عقد کنه. لذا الله میفرماید فان طلقها فلا تحل له، اگر این شوهر، همین شوهر اولی، طلاق سوم را داد، فلا تحل له، پس این زن حلال نیست برای این شوهر من بعد از این، حتی تنکح زوجا غیره، حتی که نکاح کند با شوهر دیگر و اون شوهر دیگر باش مقاربت داشته باشد. فان طلقها، اگر آن شوهر دوم طلاقش داد، فلا جناح علیهما، پس گناهی نیست بر آن دو یعنی شوهر اولی و این زن، ان یتراجعا، این که به هم دیگر رجوع بکنند، دوباره عقد کنند، به شرطی که ان ظنا ان یقیما حدود الله، اگر فکر میکنند، گمان میکنند که حدود الهی را میتونند قائم بکنند. و تلک حدود الله، اینها حدود الهی هستند، یبینها لقوم یعلمون، بیان کرده الله برای قومی که اینها را میدانند و بر اینها عمل میکنند. و اذا طلقتم النساء، باز هم الله تعالی درباره زنی که عده‌اش نزدیک هست بیان میفرماید. زنی را که طلاق دادید و این زن طلاق رجیه، این زن الان داره عده‌اش تمام میشه، مریضی سوم داره میاد، خب الان تصمیمت بگیر، یا خوب باش زندگی کن، حق و حقوقش را انجام بده، رجوع کن، زنت باشه، در حق او کوتاهی نکن، یا بذار به خوبی عده‌اش تمام بشه بره برای خودش. و اذا طلقتم النساء، هرگاه شما طلاق دادی زنها را، فبلغن اجلهن، اینجا از قرینه معلوم میشه که فبلغن اجلهن به معنی اصلی نیست مدتشون رسید، نه، بلکه قاربن بلوغ اجلهن، مدتشان نزدیک شد، یعنی مدت عدت نزدیک عده تمام بشه، چون عده اگه تمام شد دیگه اختیاری نداره شوهر. فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، نگه دارید این زنها را طبق دستور شرعی یا رهایشون کنید طبق دستور شرعی. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، اونها را نگه ندارید به خاطر ضرر که بر اونها تعدی کنید، ظلم کنید. هی طلاق میده، رجوع میکنه. و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه، الله میفرما هر کسی این کار را بکنه فقط میخواد زن رو اذیت کند، این بر خود ظلم کرده، بر اون زن ظلم نکرده، آخرت خودش را خراب کرده. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، اینا آیات الهی هستن، احکام، دستورات، اینا را مسخره نگیر، به اینها عمل کن، پایبند باش. واذکروا نعمت الله علیکم،
یاد کنید نعمتهای خدا را که بر شما هستند. و ما انزل علیکم من الكتاب والحکمت یعظکم به، این عطف بر نعمت الله، یعنی واذکروا ما انزل علیکم، یاد کنید آنچه که خدا نازل کرده بر شما از کتاب و حکمت. کتاب و حکمت یعنی کتاب و سنت، المراد بهما القرآن الجامع مع للعنوانین او القرآن والسنه. شما یاد کنید آنچه که بر شما هست از کتاب و سنت که یعظکم به، در حالی که این کتاب شما را موعظه می کند. انزل یعظکم به، این حال است از فاعل انزل. خدا نازل کرده کتاب را در حالی که به وسیله این کتاب شما را خدا پند میده. واتقوا الله، اینها نسخه عمل هستند. واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء علیم، از الله بترسید و بدانید، باور کنید که ان الله بكل شيء علیم، خداوند به هر چیز عالم هست، دانا هست و آگاه هست. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، بازم موضوع طلاق. ببینید یکی از صورتهای جاهلیت این بود که بعضی مردان زنشون را طلاق میدادن. زن که طلاق میشد عدهش تمام میشد. عده که تمام بشه این زن دیگه بیگانه هست، هر جا میتونه بره شوهری بگیره. اما همون شوهر اولی برای خودش اینو ننگی میدونست، آر میدونست. میگفت زنی که زن من بوده بره الان شوهر دیگه بگیره، نمیگذاشت. خب خودش هم شوهرش نبود دیگه، طلاق داده، عده تمام شده، برای شوهر دیگه هم نمیگذاشت. الله تعالی اینجا بیان میفرماید که حرام است زن را انسان جلوگیری بکند از شوهر دیگه. امروز هم متاسفانه در جامعه ما هم یک رسم بدی هست که زنی که در جوانی بالخصوص طلاق داده شد، بیوه شد، یا در جوانی شوهرش را از دست داد، این زن دیگه میمانه، یا کسی به طرفش نمیره که بیوه هست، یا اینکه افراد دوروبری زن، کسانی که ورثه‌اش هستن، پدر برادر، اینا بعد میدونن که یک بار شوهر گرفته دیگه شوهر بگیره. یا مثلا زن یکی دو تا بچه داشته باشه، یک تعصب کورکورانه جاهلیت میگه این دیگه بچه داره نباید بده شوهر بگیره. اینا همه جاهلیت است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هر چه زن گرفتن به غیر از ام المؤمنین عایشه همه بیوه بودند، همه با سنین بالا. صحابه در جهاد می رفتن، شرکت می کردن. خود جهاد یکی از دلایلی که جهاد آسان بود، شهادت آسان بود، تا یکی شهید می شد عدهش زنش تمام می شد، مجاهدی دیگه باش عقد می کرد. لذا نباید در جامعه ما این فرهنگ جاهلیت باشد که نسبت به نکاح بیوه ها تعصب باشد، چه از طرف مردان دیگه چه از طرف اولیاء و ورثه خود اون بیوه. لذا الله می فرماید و اذا طلقتم النساء، هرگاه شما زنها را طلاق دادید، فبلغن اجلهن، به مدتشون رسید. اون بلغن اجلهن به معنی قارب نبود، این نه، این به معنی انقضاء اجل است. از کجا؟ چرا این دوتا فرق میکنه؟ با سیاق نگاه کنه. اونجا بود فامسکوهن بمعروف، نگه دارید. خب نگه دارید در صورتی میشه که عده هنوز تمام نشده. اینجا نه، اینجا میگه فلا تعضلوهن، نگه ندارید اینجا چون عده تمام شده. لذا فلا تعضلوهن یعنی فلا تمنعوهن، این زنها را مانع نباشید ان ینکحن ازواجهن، اینکه شوهرانشون را نکاح کنند، با شوهری عقد کنند. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، وقتی که با هم دیگه رضایت داشتند طبق دستور شرعی. طبق دستور شرعی یعنی چه؟ یعنی این نیست که بلا نسبت و بلا تشبیه این زن بره خودش
هر جا انتخاب کنه، هر جا اختیار کنه، خودش حرف بزنه، این دیگه خلاف شرع هست و خلاف اون عفت خانوادگی هست. تراضوا بینهم بالمعروف یعنی یکی از ورثه این زن، از اولیاء این زن با طرف صحبت میکنه، با هم به توافق میرسن. خب فلا تعضلوهن معنیش اینه، مفسرین گفته این خطاب به شوهران اولی است که طلاق دادند. الخطاب للازواج المطلقین، این خطاب به کی هست؟ به شوهرانی که طلاق دادند. حيث كانوا يعزلون مطلقاتهم بعد مضي المده، بعد مضي العده، بعد از اینکه عدت گذشته هم اون مطلقه خودش را نمیگذاشت شوهری دیگه بگیره. چرا نمیذاری؟ ولا يدعوهن ان يتزوجن، نمیگذاشتن که این زن بره ازدواج کنه. ظلما و قصر الحمیه الجاهلیه، ظلمی کردن بر این زن و همچنین یک عرض کنم که حمیت جاهلیت و به اصطلاح یک غیرت و یک تعصب خشک جاهلیت که زن من بوده الان بره شوهر دیگه بگیره، یک تعصب خشک جاهلیت. بعضی وقتا اینطور هستن. اینجا موردی آمد زن یک شوهری زنش را طلاق نمیداد، باش زندگی هم نمیکرد، هر چی گفتن که طلاقش بده میگه نه من طلاق نمیدم. چرا طلاق نمیده؟ میگه این میره شوهر دیگه میگیره. آخر شرط گذاشت، ما گفتیم خب شرط بذارید، این شرطش اعتبار نداره، من به شرطی طلاقش میدم که این دیگه شوهر نکنه. خب طلاقش داد به همین شرط، ولی خب بعد از اون زنش نیست که به شرطش عمل بکنه. منظور اینه که بعضی ها همین تعصب خشک جاهلیت را دارند. فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اینا را منع نکنید که شوهرانشون را بگیرن نکاح کنن. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، طبق دستور شرعی. معروف چیه؟ عرض کردم این نیست که زن خودش بره شوهر براش پیدا بکنه، زن بلا نسبت اون چیزی که امروزه هست از طریق پیامک و واتساپ برای خودش شوهری پیدا بکنه، نه. بالمعروف بما يحسن في الدين والمروه، از طریقی که از نظر دینداری طریق زیبایی هست، از نظر مروت و شایستگی یک طریق خوبی باشد. من الشرائط، شرائط همه شرایط خانوادگی باشد. او به مهر المثل والکف، کسی باشد که مهری هم کامل بهش بده، کفاءت هم باشد. لان عند عدم احدهما للاولیاء ان يتعرضوا، یکی از این شرایط نبود اولیاء میتونه اعتراض بکنن، تعرض کنن و نکاح را نذارن که صورت بگیره. مثلا میگه که این رفته کسی که در سطح خانواده ما نیست، خب کفاءت را هم اسلام گذاشته، یا از نظر سنی اصلا باش هم خانی نداره، یا اینکه مهری نگذاشته، لذا اولیاء میتونن دخالت کنن. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر، تأکید تعمیل احکام الهی. الله میفرماید به این چیز موعظه میشه هر کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داشته باشه. یعنی ایمان به خدا و روز آخرت مقتضی است، میطلبد ما این دستورات خدا را اجرا کنیم. ذالکم ازکی لکم و اطهر، این نکاح دوم باعث پاکیزگی بیشتری هست برای شما و باعث طهارت و پاکی بیشتر است. نکاح دوم خوبه، نگذارید که زن بدون نکاح بماند. والله یعلم و انتم لا تعلمون، این علت است، خدا میداند شما نمیدونید. خدا مصالح را میداند، مصلحت ها را، منفعت ها را خدا میداند، لذا هر چی که خدا میگه شما دستور خدا را اجرا کنید و شما نمیدانید. صدق الله العظیم. بعد از زنگ